خوش اومدیم به قسمت نهم ملکه استایل. این قسمت هم کانسپتش در مورد لباسای وطنیه. بریم ببینیم که دختر عزیز چیکار کردن. برای ما خوشگل شدن جوریای ما و خواهش میکنیم دختر ما که با قسمت قبلی بالاترین نمره رو گرفته بر روی صحنه بیایم. متینا جان عزیز این رنگ به متینا خیلی میاد. Gold and green. I think it's her color. خب متینا جان عزیز استوری خودم گفت لباساش خیلی خوشگله به نظر من. خودم شخصا همچین لباس رو نمیتونم بپوشم فکر کنم، اما در استایل متینا خیلی میخورم. تنها نکته که میتونم در مورد لباس متینا بدم زیورالاتیه که انداخته. حس میکنم اصلا در لباسش نمیخورم، چون تقریبا الان 3 تا رنگ مختلف سبز شده و ما میدانیم که وقتی لباسای وطنی میپوشیم رنگ‌ها همیشه مختلف هست، اما اینجا چون گردنبندش رنگش دیگه خیلی سبز روشنه یکم در چشم اذیت کننده معلوم میشه حس میکنم. و در پالوش هم خیلی زیباتر میشد که شالش هم همراهش میبود، چون حس میکنم زیبایی لباسای وطن ما در شالش هم هست و یک رنگ خاصی و یک روح خاصی در لباس آدم میاره. این که موهای خود بالا بسته فکر کنم بهترین قسمتش هست، چون لباس زیباییش خیلی معلوم میشه. و از طرف من برای متینا جان عزیزم میتونم 8 از 10 بدم. خواهش میکنیم دختر بعدی ما بر روی صحنه بیایم. ماها جان عزیز ماهای زیبا به نظرم همه چیزش پرفکته. اینکه یک سبک وطنی را تبدیل کرد به چیز مدرن، یعنی قاطیش کرد، به نظرم خیلی قشنگ معلوم میشه. من هیچ مشکلی در آوتفیتش نمیبینم واقعا. همه چیزش پرفکت، اکسسوریز، میکاپ، لباس، it's amazing. کفشاش هم خیلی زیباست و از طرف من واقعا برای ماها میتونم 10 از 10 بدم. میخوایم که دختر بعدی ما بر روی صحنه بیاید. فاطمه جان عزیز فاطمه واقعا زیبا شده. من عاشق همچین لباسایم. تا حالا خودم هیچ وقت نپوشیدم ولی I cannot wait و حس میکنه فاطمه خیلی قشنگ شده. تنها نکته کوچولی که میتونم بدم در مورد کفششه. اگه کفش خوره یه رنگ دیگه انتخاب میکرد شاید آوتفیتش خیلی زیباتر معلوم میشد، ولی به غیر از اون واقعا عالی معلوم میشه. نکته بعدی که میتونم بدم در مورد آوتفیت فاطمه ای کیفی که تو دستشم خیلی سوریسی باز که ای کیفه به ارث برده، ولی به آوتفیتش اصلا نمیخورم. یعنی اول اصلا نفهمیدم که کیفه، ولی کاش اصلا نمیگرفت تو دستش. به خاطر همین میتونم به فاطمه جان 8 از 10 بدم. خواهش میکنیم دختر بعدی ما بر روی صحنه بیاید. بامبی جان عزیز اولین باره که همچین مدل لباسی میبینم من، واقعا اولین بار. و she looks like a princess. She looks like a princess. Wow. آوتفیتش 99% پرفکتن. 99%، یعنی موی، لباس، آرایش، همه چیز. تنها چیزی که من رو واقعا اذیت میکنه و شاید
شاید فقط چشم ما باشه، ولی حس میکنم همگی همچین حسی رو امکان داشته باشن. من نمیدانم. اکسسوری که انداختی رنگ قرمز داخلش دارم. از اونجایی که خیلی رنگای آرامی انتخاب کردی، مثل سفید، آبی، کمرنگ، قرمز ای کوچولو it distracts the eyes when I look at you, but for the rest it looks amazing. Even the kitten heels with the flowers on it به نظر من خیلی زیبا معلوم میشه و همه اینا به کنار مدل موید واقعا واو و جوری که لباس بدنت وای میسته واقعا واو. و از طرفم برای الهام عزیز نوازدم. خواهیم که دختر بعدی ما بر روی صحنه بیاید، عاطفه جان عزیز. عاطفه جان خیلی زیبا شده و از اونجایی که داخل دامنش از آبی تیره، یعنی همین نیلی استفاده شده و داخل اکسسوریش، کیفش و شالش هم نیلی هست، دیگه مشکل خاصی دیدن نمیشه. و حس میکنم آرایشم خیلی عالیه. اینکه موهای خودم اینجوری بسته خیلی میاد در لباساش و اینکه شال خودم سر خود گذاشته. سو بیسیکلی من واقعا نمیتونم چیزی بگم در موردش، انتقادی نمیتونم بکنم و از طرف ما واقعا میتونم بهش 10 از 10 بدم. میخوایم که دختر بعدی ما بر روی صحنه بیاید، داریا جان عزیز. شهریام امشب خیلی زیبا شده، مخصوصا حس میکنم این رنگ خیلی به رنگ پوست خودش میخوره و میکاپش هم عالی. استایلش در استوری که گفت خیلی میخوره، سو این رعایت میکنیم. تنها نکته که میتونم بدم و خیلی بهش دقت کردم کفشایشم. من خودم شخصا از این مدل کفشا اصلا حس میکنم به هیچ لباسی نمیاد، اما به این لباس وطنی که پوشیده از دور اوکیه، ولی وقتی که نزدیکتر میریم، مخصوصا این پاپیونی که روش هست، رخ لباس از بین میبره. حس میکنم اگه یه کفش کلاسیک میپوشید هنوز لباسش خیلی شلوغ معلوم میشد، ولی یه کفش کلاسیک یا خود ما کفشای به سبک وطنی داریم که اونام خیلی زیبان، حتی میتونید از اونا بپوشن اگه دوست داشت خیلی شلوغ باشه. اکسسوریش هم خیلی زیباست، میکاپ، موهاش، همه چیز. و من میتونم به دهریای عزیز 9 از 10 بدم. میخوایم که دختر بعدی ما بر روی صحنه بیاید، مهناز جان گل. از آوتفیت مهناز خیلی خوشم آمد و واقعا خیلی به هم دیگه میخورم. آوتفیت مهناز واقعا حرف نداره، تنها آوتفیت مهناز خیلی بهش میاد و من عاشقش شدم. تنها نکته‌ای که میتونم بدم، تنها چیزی که شاید بتونم عوضش کنم، کلاهی که روی سرشه، چون حس میکنم بازم این همه رنگ خیلی سنگین انتخاب شده و یهوی قرمز میاد و رنگ صورتی جیغ میاد. از طرف من برای مهناز عزیز میتونم 9 از 10 بدم. خواهش میکنیم دختر بعدی ما بر روی صحنه بیاید، سارا جان عزیز. سارا یه اشتباهی خیلی بزرگه کرد که همچین مدل لباس افغانی رو برای خودش انتخاب کرد، چون اول اینکه خیلی از تنش بزرگتره. یعنی ما میدونیم لباسای وطنی 100% بزرگ هستن،
ولی این دیگه خیلی بزرگه، از تنش کلا افتاده، بدنش یکم خسته نشان میده، کلا همه چیز خیلی شلوغ پلوغ و بیفکرانه معلوم میشه. از طرف من برای سارای عزیز میتونم 6 از 10 بدم. دختر آخر من میمانه پریسا جان عزیز، لطفاً برای صحنه بیا. پریسا واقعا آوتفیتش حرف ندارم، مخصوصا کفشایی که پوشیدم. من عاشق کفشاییم که سبک وطنی هستن، خودم خیلی دوست دارم امتحانش کنم. و از اونجایی که میدونیم آوتفیت هایی که اینجوری کوچی هستن هم تقریبا هیچی به چی نمیخورم تا حالا، اون چیزایی که من دیدم. به خاطر همین نمیتونم نکته خاصی بدم و عاشق ای شدم که سارا موهای خود اینجوری درست کرده. حس میکنم خیلی به آوتفیتش میاد. صرف من برای پریسای عزیز واقعا میتونم 10 از 10 بدم. خوش آمدین به قسمت پایانی. دخترای ما امروز درخشیدن، اما گیشان عالی بودن و میریم دخترایی که بالاترین نمره رو گرفتم نمایشان رو بگیریم که کیا هستن. پریسا جان، مهناز جان و صبرینا جان. این دخترها بالاترین نمره رو امروز گرفتن و کمترین دختری که نمره رو گرفته الهام جان. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با من بودین. تا قسمت بعدی عزیزای دلم هستین. خدافظ.